یک مراجعه دارم بهر مردم تاجیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیشنهاد من این است که برادران مسلمان و تاجیک زبان، یعنی ما میتوانیم که یک فوندی خیروی روی کنیم در تاجیکستان، در روسیه، در امریکا و دیگر دولت‌ها. به خاطر چی؟ به خاطر آن میگویم که زنهایی که خانه و در ندارن، در همه چیز میرن کار میکنن، مهنت میکنن برای پول به دست آوردن. ما میتونیم یک فوند خیروی روی کنیم، انمو زنها را صاحب خانه و در کنیم، نیازمنده ها را صاحب خانه و در کنیم. هر سال 4 تا 5 تا میتونیم که ما صاحب خانه و در کنیم. اگرچه انسان هایی که مسئولیت را به دوش میگیرن، انسان های باوری باشن، یک کارتای به نام خودشون روی میکنن، فوند خیروی به نام فوند خیروی و دیگر جاها، امریکا هم باشد، در روسیه هم باشد، شخصان مسئولی که میشناسند، باوریش میکنن به همون ها. و یک سومی که هر روزی 10 سومی که یا 20 سومی که یک چیز رو نمیخواد در اون فوند خیروی خیر میکنی، چی میشود؟ مایده یک سال جمع میشود. در یک سال ما میتونیم که 4-5 تا زنها یا انسان هایی که نیازمند هستند به آنها کمک رسانده بتونیم. ما دستی یکدیگر را باید بگیریم، وطن دوستدار باشیم، ملت دوستدار باشیم، یکدیگر را دوست بداریم. سخن سرور دولت همون این است که از یک گریبان سر برآورده با یکدیگر یاردم بکنیم، یکدیگر را دوست داریم، یکدیگر را مهربان باشیم. ما باید انتظار نباشیم کسی از دنیا بگذرد یا کسی را بکشند یا کسی وحشت بعد ما یاردم کنیم. ما باید همه چیزها رو پیشکی یاردم کنیم، یک دست یک دیگر رو پیشکی گیریم. سخن ما را خوشو بفهمید. مصیبتی که بر سر ما و شما بود، ما و شما دا معلوم بود و نمیگویم، تکرارم نمیکنم. ما و شما باید بدونیم این مصیبت برای ما و شما بسنده است. برادران عزیز، همین چیز رو، سخن ما رو اگر من راست میگویم، اگر سخن من بر شما معقول است، با شخصهای داخلداری که هستند یک پیشنهاد کرده ایستادم، گوش اندازن، انسانهای مسئول رو در همین وابسته کنن تا اینکه یک ما بدونیم که یک فوند خیروی فوند هست به نام همین خیلی چیز ما بگذاریم، برادران تاجیک دست یکدیگر را بگیریم. باقی مانده در امان الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باد تاجیکستان، تاجیکستانی عزیزی من.